بازم سلام، اومدم با یه ویدیوی جذاب دیگه. این سری به جای خود لب بریم پایین‌تر، بریم سراغ چونه. یادت نره که اینجا کانال دکتر استتیک و من دکتر زهرا حبیب‌زاده. بازم همین اول بگم لایک و سابسکرایب فراموش نکن لطفا. حتما بهمون بگو چه کار بکنیم ویدیومون بهتر میشه و از اینجا به بعد با من امروز راجبش باهات حرف بزنم اینه که چطور یک چونه رو زنانه یا مردانه تزریق بکنیم. بله، من و شما میتونیم به راحتی با تزریق فیلر یک چونه رو به سمت زنانه شدن یا به سمت مردانه شدن ببریم. اول از همه باید دقت بکنی به تفاوت ساختاری مندیبل خانم و آقا. اگه چیزی به ذهنت میرسه تو کامنت ها بهم بگو که برات بگم درست گفتی یا غلطه و درستشو بهت بگم. اما برای چونه قبول داری یک خانوم چونش هرچی تیزتر و کشیده تر باشه براش جذاب تره و از اون طرف یک آقا هرچی چونش مربعی تر باشه صورت مردانه تری پیدا میکنه. حالا میخوام بهت دوتا نقطه بگم، دوتا کد بگم. دارم راجع به MD کد باهات حرف میزنم، همون چیزی که دکتر موریسیو به من و تو معرفی کرده که یک چونه رو بری زنانه بکنی یا مردانه و بدونی چطور تو کیس های مختلف تزریق داشته باشی. بیا با هم بریم بگم هر کدوم از این نقاط رو چطور پیدا بکنی. قبلش اسم کدهامون با حرف سیه که از کلمه چین حرف اول رو برداشتیم و شماره کدهامون C2 برای چانه زنانه و C5 برای چانه مردانه است. بیا بهت بگم چطور اینا رو صورت پیدا کنی و چه مدلی تزریقشون بکنی. خیلی خوب، بیا با هم دیگه ببینیم کد C2 برای چانه زنانه و کد C5 برای چانه مردانه رو چطور رو صورت مراجعه کننده پیدا کنم. اولین کاری که لطفاً همیشه موقع خط کشی یا مراجعه کنندتون تا حد ممکن پوزیشن سیتینگ کامل یا سمی سیتینگ داشته باشه و شما روبروش وایسید حتما. حالا بریم برای کد C2. پیدا کردنش چه مدلیه؟ قراره چونه رو کشیده بکنی، پس تمرکز حجمیت میفته رو خط وسط. تلاقی دو تا خط رو میتونی باهاش کد C2 رو پیدا بکنی. یکی میدلاین صورت کیسته. این استاپ شد، ببخشید. یکی میدلاین صورت کیسته. نشد امروز. ببین اگه داریم فرض کنیم میدلاین. ای بابا باورم نیست. A few moments later. شارژش که کم میشه اینطوری میشه. خب فرض کن من اینو میدلاین صورت کشیدم. من معذرت میخوام، بازی داره در میاره. خط بعدی که برام مهمه چیه؟ خود لبه مندیبل رو پیدا کردن. تلاقی میدلاین صورت کیست با مندیبل رو لمس بکن، میشه کد C2. این کد رو اگر حجمش رو بیشتر از کدهای دیگه تزریق بکنی کمکت میکنه یک، چونه ارتفاع پیدا بکنه و دو، به سمت زنانه شدن پیش بره. مدل تزریقت هم اینطوریه که بهت میگم سوپرا پریوستال بلوس تزریق میکنی. یادت باشه هیچ بلوسی بالای 3/10 نباید بزنی. تو کامنت بهم بگو چرا این نکته رو روش تاکید دارم. به نظرت چه عارضه‌ای میتونه درگیرت بکنه اگر بلوسات بیشتر از 0.3 cc باشه؟ خب فقط وقتی میگم روی پریوست یعنی هر ناحیه عمود به پریوست همون ناحیه وارد شو. پریوست صورت بون صورت کیستو تو اون نقطه لمس کن، عمود به همون وارد شو. این کار کمکت میکنه این چونه رو زنونه تزریق بکنی. اما کد C5 رو چطور پیدا کنم؟
یادته تو قسمت قبلی راجع به ماریونت اریا که صحبت میکردیم گفتیم یک خطی رو میکشیم به سمت پایین به اسم مدیال کانتوس. من اگر بدونم چرا این اتفاق داره میفته خوب میشه. خب همون مدیال کانتوس رو ادامه میدی تا روی مندیبل. هر دو طرف این کدیه که 2 تا نقطه قرینه داره. C2 تک نقطه‌ای بود، C5 2 نقطه‌ایه. پس 2 تا مدیال کانتوس ها رو صورت کیست ادامه میدی، تقاطعش با لبه تحتانی لبه خط فکی کیست میشه کد C5. حالا که این دوتا رو تزریق بکنی اتفاقی که میفته این که به جای که چونه تیز بشه مربعی میشه. چونت به همین راحتی مردونه تزریق شد. اینطوری نیستش که شما نتونید برای آقایون فیلر تزریق کنید، فقط باید بدونی ویژگی صورت یک آقا چیه و همونو بهش بدی. پس از الان برو با خیال راحت چونه آقایون رو با این سیستمی که بهت گفتم تزریق بکن. مرسی که تو این ویدیو هم همراه من بودین. این قسمت و قسمت قبلی با همدیگه اومدیم ناحیه ماریونت رو کاور کردیم. حتما از نمونه کاراتون برای من عکس بفرستید که با هم بتونیم تحلیل بکنیم کجای کار رو درست انجام بدیم و کجا غلطه. بازم میگم لایک و سابسکرایب یادت نره و اگر ویدیومون رو دوست داشتی حتما برای دوستات بفرست. حتما حواست باشه به کانالمون. ما بازم با ویدیوهای فوق‌العاده برمیگردیم.